چرا همیشه میخوان ایران رو ضعیف نشون بدن؟ اگر ایران واقعا کشور ضعیف و بی اهمیتیه، پس چرا اینقدر در موردش صحبت میکنن؟ چرا اسم ایران همیشه وسط خبرهای تمام دنیاست؟ چرا کشوری که فقط حدود 1% جمعیت جهان رو داره اینقدر روی سیاست جهانی تاثیر گذاشته؟ و مهمتر، چرا بعضی از رسانه ها میلیاردها دلار خرج میکنن تا تصویر بدی از ایران ساخته بشه؟ امروز قرار وارد داستانی بشیم که بعد از دیدنش دیگه هیچ وقت اخبار دنیا رو مثل قبل نگاه نمی‌کنیم. برای فهمیدن این داستان اول باید بدونی ایران فقط یک کشور معمولی روی نقشه نیست. ایران دقیقاً وسط یکی از استراتژیک ترین نقاط کره زمینه. از شمال به روسیه و آسیای مرکزی وصله، از جنوب به خلیج فارس. جایی که حدود 1/5 نفت جهان ازش عبور میکنه. تنگه هرمز فقط یک مسیر باریک دریایی نیست. روزانه چیزی حدود 20 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکنه. یعنی تقریبا اگر این مسیر فقط برای چند روز بسته بشه، میتونه قیمت بنزین و انرژی در کل دنیا رو منفجر بکنه. حالا تصور کن کشوری که روی این منطقه تسلط داره تصمیم بگیره مستقل عمل بکنه. طبیعیه که قدرت‌های جهان نتونن راحت از کنارش رد بشن. اما ماجرا فقط نفت نیست. ایران یکی از بزرگترین ذخایر انرژی جهان رو داره. طبق آمار جهانی ایران جزو 3 کشور اول دنیا در مجموع ذخایر نفت و گازه. فقط ذخایر گاز طبیعی ایران اونقدر زیاده که بعضی از کشورها دهه‌ها بهش وابسته میشن. اما چیزی که کمتر دربارش گفته میشه جمعیت ایرانه. بیش از 85 میلیون نفر جمعیت و نکته مهمتر میانگین سنی نسبتاً جوانه، یعنی میلیون ها نیروی کار و مغز فعال. ایران سالانه تعداد زیادی مهندس، پزشک و متخصص تربیت میکنه. حتی با وجود تحریم ها ایران در بعضی حوزه ها مثل نانو، پزشکی و صنایع دفاعی جزو کشورهای قابل توجه منطقه حساب میشه. اما حالا برسیم به خطرناکترین بخش داستان، رسانه. امروزه کشور فقط با موشک نمی‌جنگد، با تصویر ذهنی مردم می‌جنگد. چون اگر ذهن مردم کنترل بشه، همه چیز کنترل میشه. یه جمله معروف وجود داره که میگه اگه می‌خوای یه کشوری رو نابود کنی، اول تصویرش رو نابود کن. حالا دقت کن، وقتی اسم ایران میاد، رسانه‌ها بیشتر چه چیزهایی رو نشون میدن؟ جنگ، تحریم، اعتراض، بحران. اما کمتر در مورد چی صحبت میکنن؟ تمدن، پیشرفت علمی، تاریخ، مردم، فرهنگ، طبیعت. چرا؟ چون خبر منفی بیشتر کلیک میگیره، ترس بیشتر دیده میشه و رسانه های خوب میگیرن. جالب اینجاست که تصویرسازی علیه کشورها فقط از طریق اخبار انجام نمیشه. فیلم ها، سریال ها، بازی های ویدیویی و حتی شبکه‌های اجتماعی هم روی ذهن مردم تاثیر میذاره. در خیلی از فیلم‌های هالیوودی کشورهای خاورمیانه اغلب خطرناک، جنگی یا عقب افتاده نشون داده میشن. وقتی یک تصویر بارها و بارها تکرار بشه، ذهن مردم کم کم اونو باور میکنه، حتی اگر هیچ وقت واقعیت رو از نزدیک ندیده باشن. حالا سوال مهم چیه؟ آیا ایران واقعا همون چیزیه که رسانه‌ها نشون میدن؟ خیلی از توریستایی که به ایران سفر کردن بعد از برگشتن گفتن ایران کاملا متفاوت بود. بعضی‌ها انتظار داشتن کشوری کاملا ناامن ببینن، اما با مردمی مهمان نواز، شهرهای مدرن و فرهنگی چند هزار ساله روبرو شدن. حتی بعضی از گردشگرها گفته بودن بزرگترین شوکشون فرق بین واقعیت ایران و تصویر رسانه‌ای ایران بوده. اما چرا ایران انقدر خبر سازه؟ چون ایران فقط یک کشور نیست، یک بازیگر مهم منطقه‌ایه. از دهه‌ها قبل ایران در مهمترین اتفاقات خاورمیانه نقش داشته. انقلاب 1997، بحران انرژی، تحریم‌ها، مذاکرات هسته‌ای و تنش‌های منطقه. همه اینها باعث شدن ایران همیشه وسط توجه رسانه‌های جهان باشه. حتی بعضی از مخالفان ایران هم نمیتونن نادیدش بگیرن. اما شاید مهمترین نکته اینه، هیچ کشوری فقط با تیتر خبرها شناخته نمیشه. پشت هر کشوری مردم واقعی زندگی میکنن، آرزو، ترس، خانواده، زندگی. و شاید بزرگترین اشتباه ما اینه که کشورها رو فقط از دریچه سیاست می‌بینیم. چون رسانه‌ها همیشه حقیقت رو نشون نمیدن، گاهی فقط بخشی از داستان رو تعریف میکنن. پس اگر دفعه بعدی اسم ایران رو توی اخبار دیدی، از خودت بپرس آیا دارم واقعیت رو میبینم یا فقط تصویریه که ساخته شده؟ و شاید بزرگترین جنگ دنیا جنگ برای کنترل ذهن مردم باشه.
به نظر رسانه های جهان تصویر واقعی از ایران نشون میدن یا نه؟ حتما توی کامنت ها برام بنویس و اگر این مدل ویدیوهای عمیق و متفاوت رو دوست داری سابسکرایب کن، چون توی قسمت بعدی وارد رازهایی از ایران میشیم که حتی خیلی از ایرانی ها هم نمیدونن.